سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی از صاحبان وبسایت‌های وردپرسی نیازی ندارن با تمام بخش‌ها و تنظیمات وردپرس آشنا باشن. بیشتر این افراد فقط میخوان بتونن یک صفحه یا نوشته جدید بسازن، اطلاعات قبلی سایت رو ویرایش کنن یا منوهای سایتشون رو در واقع تغییر بدن یا منوی جدیدی به سایت اضافه کنن. این ویدیو دقیقاً برای همین دسته از افراد آماده شده. قراره خیلی ساده و مرحله به مرحله با هم یاد بگیریم چطور در وردپرس نوشته و برگه ایجاد کنیم، محتوای قبلی رو تغییر بدیم و منوهای سایت رو مدیریت کنیم. اگر دوست دارید با در واقع منوها و بخش‌های اصلی وردپرس بیشتر آشنا بشید، پیشنهاد میکنم ویدیوهای قبلی همین کانال رو ببینید. واقعا توصیه میکنم اگر فرصتش رو دارید حتما این کار رو انجام بدین تا دید بهتری نسبت به کلیت پنل مدیریت وردپرس پیدا کنید. اگر هم میخواید یادگیری وردپرس رو از مرحله نصب شروع بکنید، حتما ویدیوهای آموزش نصب قالب وردپرس رو قبل از این ویدیو تماشا کنید. پس تا پایان این ویدیو همراه من باشید. اگر در هر مرحله‌ای سوالی براتون پیش اومد حتما در بخش کامنت ها بپرسید تا در اولین فرصت پاسخ بدم. بدون هیچ معطلی بریم سراغ آموزش. خب دوستان، قبل از اینکه ویدیوی آموزشیمون رو شروع بکنیم چند تا نکته هست که بهتره همین ابتدای ویدیو به اونها اشاره کنم. اولین موضوع این هستش که طبیعتاً و حتماً قالب وبسایت شما با پوسته یا ظاهری که ما اینجا داریم متفاوته. شما دارید از یک قالب دیگری برای وبسایتتون استفاده میکنید، اما مواردی که ما اینجا میخوایم توضیح بدیم در تمامی وردپرس ها یکسان هست و بنابراین تفاوتی نمیکنه که اون پوسته ظاهری سایت شما حالا از چه پوسته‌ای دارید استفاده میکنید و چه شکل و شمایلی داره. این یک موضوع. موضوع دوم این هستش که ما داریم از وردپرسی استفاده میکنیم که از صفحه ساز المنتور استفاده میکنه. المنتور یک صفحه ساز بسیار رایج هست. میتونم به جرئت بگم دیگه این روزها 90% وبسایت های وردپرسی دارن از صفحه ساز المنتور برای ساخت صفحات سایتشون استفاده میکنن، چون هم کار باش راحته و همین که امکانات بسیار زیادی رو در اختیار کاربران قرار میده. خود من هم برای تمامی وبسایت هایی که طراحی میکنم از صفحه ساز المنتور در وردپرس استفاده میکنم. بسیار خوب. بعد از اینکه این دو مورد رو حالا اشاره کردیم، بریم سراغ این که چطور میتونیم در وبسایت وردپرسیمون صفحات جدید بسازیم. در وردپرس ما دو دسته در واقع میتونیم صفحه بسازیم. یکی نوشته هست و یکی برگه هست. تفاوت این دوتا در چی هست؟ این موضوع رو حتما دقت داشته باشید چون خیلی به کار شما میاد در ادامه. ببینید، فرض کنید وبسایتی دارید که یه بخش خبری داره. خب طبیعتا این بخش خبری هر روز داره مطالب جدیدی بهش اضافه میشه. یا وبسایتی دارید که بخش مثلا به اسم مطالب خواندنی داره. خیلی از وبسایت ها برای اینکه سئو سایتشون رو تقویت کنن از بخش مطالب خواندنی یا مقالات مثلا در سایتشون استفاده میکنن که بتونن دیتا یا صفحات جدیدی هر از گاهی به سایتشون در رابطه با زمینه کاریشون اضافه کنن. خب ببینید، مثلا فرض کنید اصلا ما یه سایت مثلا خبری داریم در رابطه با ورزش. مطالبی رو میخوایم در رابطه با فوتبال، والیبال و بسکتبال در سایتمون منتشر کنیم. خب اگر این در واقع نوشته ها رو نتونیم طبقه بندی براشون داشته باشیم، تمامی این اخبار با هم قاطی میشن. مثلا اخبار مربوط به فوتبال میره قاطی بسکتبال و والیبال یا بالعکس، و خب این اصلا چیز خوبی نیست. بنابراین با استفاده از نوشته ها در وردپرس ما میتونیم قدم اول بیایم یک سری دسته‌بندی بسازیم و بعد با توجه به دسته‌بندی هایی که ساختیم بیایم در قسمت نوشته ها و نوشته های جدیدی برای وبسایتمون بسازیم. زمانی که داریم نوشته رو میسازیم، افزودن نوشته رو اینجا حالا من کلیک میکنم. این کاری هم که این مرحله دارم انجام میدم شما لازم نیست با من همین الان قدم به قدم جلو بیایید، صرفا دارم توضیح میدم. زمانی که دارید نوشته رو در واقع میسازید، دست چپ یه بخش دسته ها دارید. میتونید همون لحظه مشخص کنید که اون نوشته در کدوم دسته بندی قرار بگیره. این دسته بندی ها رو به راحتی میتونید خودتون حتی یک دسته بندی جدید همینجا هم
اضافه کنید. پس این موضوع شد برای نوشته ها. در واقع نوشته ها به شکلی صفحاتی از وبسایت ما هستن که دارای طبقه بندی هن. علاوه بر این که طبقه بندی دارن، برای اینکه بتونیم بهتر اونها رو مرتب کنیم، برچسب هم دارن، یا اصطلاح انگلیسی میگیم تگ. برچسب چیه؟ یه چیزی مثلا شما در اینستاگرام یا شبکه‌های اجتماعی میاد یه پستی رو منتشر میکنید، یه سری هشتگ براش تعریف میکنید برای اینکه اینستاگرام متوجه بشه یا اون شبکه اجتماعی متوجه بشه که اون پست شما در رابطه با چه موضوعیه. در رابطه با نوشته ها هم میتونید برچسب تعریف کنید. حالا توی نوشته ها چه کاربردی داره؟ مثلا فرض کنید که شما یک دسته‌بندی دارید برای مثلا ورزش فوتبال. در ورزش فوتبال دارید یک خبری رو منتشر میکنید، مثلا در رابطه با آقای علی دایی. خب اخبار دیگری هم در سایت شما وجود داره که علاوه بر این که ربط به دسته‌بندی فوتبال داره، با آقای علی دایی هم مرتبطه. میخواید این مطالب رو به هم وصل کنید. چه مزیتی داره؟ اولا برای سئو سایت شما بسیار این کار خوبه. دوما این که کاربر شما هم اطلاعات رو دقیق تر بهشون دسترسی داره. مثلا وارد خبر میشه، یه گوشه‌ای مثلا میبینه برچسبا داره نمایش داده میشه، یکیش مثلا نوشته شده علی دایی. اگر روی اون برچسب کلیک کنه، تمامی نوشته هایی در اون وبسایت که برچسب علی دایی دارن به اون نمایش داده میشه. خب خیلی عالیه، میتونه به تمامی نوشته های مرتبط با این موضوع هم دسترسی پیدا کنه. پس این موضوع شد در رابطه با نوشته. اما یه بخش دیگه ای داریم به نام برگه ها. حالا برگه ها چی هن؟ ببینید برگه ها معمولا صفحاتی از وبسایت ما هستن که نیاز به تغییر زیادی هم ندارن. مثلا شما صفحه درباره ما، تماس با ما، مثلا خدمات، اینا صفحاتیه که خب یک بار طراحی میشه دیگه، هر روز که آپدیت نمیشه. نهایت ممکنه حالا هر از گاهی یه متنی بهش بخواید اضافه کنید، یه عکسی مثلا اضافه کنید یا عکسی رو تغییر بدید. ویرایش ها جزئیه، چیزایی هستن که معمولا در اکثر وبسایت ها دیگه ثابت میمونن و انتشار روزانه هم ندارن. معمولا در واقع همون ساختار اصلی سایت شما رو تشکیل میدن. اینها رو ما دیگه میایم در قالب برگه ها تعریف میکنیم. مهمترین تفاوت برگه ها با نوشته ها در دو موضوع هست. یک، در رابطه با برگه ها دیگه چیزی به اسم دسته‌بندی نداریم. همه برگه ها عملاً یک جا قرار میگیرن. دو، چیزی به نام برچسب نداریم، چون دیگه اصلا مفهوم نداره برچسب. پس برگه ها تفاوت اصلیشون رو با نوشته ها متوجه شدیم. در اکثر وبسایت ها هم معمولاً کاربرا با همین برگه ها سر و کار دارن. معمولاً با نوشته کار زیادی ندارن، چون معمولاً اکثر مدیران وبسایت ها تغییرات زیادی دیگه در وبسایتشون اعمال نمی‌کنن، یا خیلی هاشون ممکنه بخش مثلا مطالب خواندنی یا اخبار تو سایت نداشته باشن. بنابراین از بخش نوشته ها معمولا استفاده نمی‌کنن. خب بریم رو همین سایتی که الان داریم. ببینید مثلا به عنوان نمونه در وبسایت ما یه تعدادی منو این بالا هست. ما می‌خوایم یک منو جدید مثلا بین این منوها الان اضافه کنیم. برای اینکه این کار رو انجام بدیم، با توجه به توضیحاتی که در رابطه با تفاوت برگه ها و نوشته ها الان من دادم، خب تاکید بر اینه که از برگه ها استفاده کنیم. پس از دست راست برگه ها، یا میتونید روی افزودن برگه مستقیم کلیک کنید یا روی همه برگه ها و بعد افزودن برگه. اگر همه برگه ها رو بزنید، همونطور که مشاهده میکنید یک لیستی از برگه هایی که قبلا هم در وبسایت شما ساخته شدن مشاهده میکنید. میتونید اونها رو هم در واقع مشاهده کنید. به راحتی میتونید ویرایششون کنید یا حتی انتقال به زباله‌دان رو بزنید حذفشون بکنید، یا اینکه حتی میتونید اینجا دکمه نمایش رو بزنید و یک پیش نمایشی در واقع از همون برگه رو مشاهده بکنید و در واقع به شما این امکان رو میده. پس بخش برگه ها و همه برگه ها، که برگه هایی رو که قبلا در وبسایتتون ساخته شده رو مشاهده و مدیریت بکنید. خب ما الان میخوایم یک برگه جدید بسازیم. پس میام روی افزودن برگه کلیک میکنم.
طبیعتا اولین قسمت این است که یک عنوانی رو براش انتخاب بکنم. مثلا من اینجا میام مثلا می نویسم برگه نمونه شماره 1. دست چپ بخشی رو دارید به اسم نامک. این نامک چیه؟ این نامک همین در واقع بخشیه که اسلش میخوره بعد از آدرس سایتتون نمایش داده میشه. این میشه نامک. این نامک رو توصیه میکنم حتما انگلیسی باشه. برای سئو سایت شما بسیار این مسئله مهمه، فارسی نباشه. و حتی زمانی هم که خود شما بخواید مثلا توی یک شبکه اجتماعی مثلا اینستاگرام یا حتی پیام رسان ها مثل واتساپ، تلگرام، زمانی که میخواید آدرس یه صفحه‌ای از یک وبسایتی رو مثلا برای شخصی ارسال کنید، اگر انگلیسی باشه اون آدرس خیلی شسته رفته و تمیز عین همین بخش ارسال میشه. اما اگر فارسی باشه یه سری کاراکترهای عجیب و غریب خیلی طولانی براش ارسال میشه، چون معمولا پیام رسان ها اصلا یونیکد فارسی رو در بخش آدرس URL متوجه نمیشن. پس بنابراین به این دو دلیل اون سئو از همه مهمتره و یکی هم این که ساختار مرتب‌تری از نظر ظاهری هم داشته باشه، حتما انگلیسی باشه. حالا چجوری میتونیم این نامک رو انگلیسی کنیم؟ خیلی راحت روی این قسمت کلیک میکنید و در اینجا تصحیحش میکنید. مثلا من اینجا میزنم sample page مثلا number 1. سعی کنید نامک رو هم خیلی مرتبط با اسم برگه انتخاب کنید. این موضوع هم مهمه، چون زمانی که برگه های سایت شما به مرور زیاد میشن، اگه همینجوری واسه خودتون الکی یه چیزی اینجا تو نامک بزنید، بعد خودتون هم دیگه قاطی میکنید که اصلا مثلا فلان نامک رو من قبلا برای یه برگه دیگه فکر کنم استفاده کرده بودم. اصطلاح ما داریم میگیم داپلیکیت میشه نامک ها، یعنی تکراری میشه و این موضوع ضربه بسیار شدیدی به سئو وبسایت شما میزنه. پس این موضوع هم حتما دقت داشته باشید، نامک مرتبط با اسم برگه باشه. خب و یه بخش دیگه هم قالب هست. من یه لحظه کلیکم خورد از روی در واقع برگه به بلوک، اینجا برمیگردم از بلوک به برگه یا بالعکس. تو بخش قالب رو هم حتما باز کنید. اگر وبسایت شما یک وبسایتیه که حتی قالبش هم با استفاده از هلو المنتور طراحی شده، حتما اینجا بیایید و تمام ارز المنتور رو انتخاب کنید. پس به این موضوع هم دقت داشته باشید. اینجا در بخش قالب تمام ارز المنتور. بسیار خوب. اگر دوست داشتید میتونید یک تصویر شاخص هم برای برگه‌تون در نظر بگیرید. دقت داشته باشید لزوما این تصویر شاخص در وبسایت شما نمایش داده نمیشه. به این موضوع دقت کنید. این بسته به اون طراح وبسایت شما داره که آیا در خود برگه هم بخشی برای نمایش این عکسی که شما اینجا تنظیم میکنید در نظر گرفته باشه یا خیر. پس به چه دردی میخوره اینجا؟ به این درد میخوره که زمانی که در نسخه موبایل سایت شما در گوگل جستجو بشه، اگر اون صفحه در نمایش در واقع نتایج باشه، یه عکس کوچیک هم تو نسخه موبایل اون کنارش نشون میده. این همون عکس کوچیک است. پس به این موضوع هم دقت داشته باشید. چجوری میتونیم تنظیمش کنیم؟ خیلی راحت روش کلیک میکنیم، یا میتونید از بین عکسایی که از قبل در وبسایت شما آپلود شده استفاده کنید، یا از قسمت بارگذاری پرونده ها گزینش پرونده رو میزنید و به راحتی میتونید مثلا حالا رو هاستتون روی هارد کامپیوترتون یک عکسی رو آپلود کنید و انتخاب کنید و به عنوان در واقع تصویر شاخص در نظر بگیرید. بسیار خوب. من اینجا انتشار رو میزنم، یک بار دیگه هم انتشار رو میزنم، تایید میکنم و بله، به من هشدار داد که برگه منتشر شد. حالا میخوام ویرایشش کنم. باز هم توضیح میدم، از اونجایی که ما داریم از صفحه ساز المنتور برای برگه هامون و نوشته های سایتمون استفاده میکنیم، بنابراین ما این آپشن ویرایش با المنتور رو اینجا داریم. ممکنه که شما یه هم چیزی رو نداشته باشید. در اون حالت مفهومش اینه که وبسایت شما، قالب شما داره از یک صفحه ساز دیگری استفاده میکنه. دیگه باید با
طراح سایتتون یا فروشنده قالبتون تماس بگیرید، ببینید از چه ادیتوری برای ساخت صفحات داره استفاده میکنه. خب ویرایش با المنتور رو میزنم و مدتی صبر میکنیم. حالا با توجه به سرعت اینترنتمون و در واقع سرعت هاستمون ممکنه یه مقدار این قضیه زمان ببره. بسیار خوب، الان وارد در واقع ویرایشگر المنتور شدیم. همونطور که مشاهده میکنی در زبان فارسی یه سری ابزار دست راست داره بهتون نشون میده. این وسط هم که یک صفحه هست که فقط اون بالا و پایین رو داره، وسط خالیه. ببینید نسبت به سایت اصلیمون اگه بیام اینجا، این بخش بالا هدر، این رو الان من اینجا دارم و این بخش فوتر رو دارم پایین، فوتر. این وسط دیگه هیچی ندارم. در واقع این وسط رو الان ما میتونیم دیگه خودمون برای این برگه بسازیم. چطور میتونیم این کار رو بکنیم؟ اینجا یک ابزاری این وسط به ما داده که چند تا آیکون داره. همونطور که گفتم من در این ویدیو قصد ندارم تا وارد جزئیات بشم، ولی در رابطه با هر کدوم از این آیکون ها ما میتونیم 10 دقیقه راحت صحبت کنیم، توضیح بدیم یا شاید حتی بیشتر. اما از اونجایی که در این ویدیو میخوایم صرفاً در واقع روش اضافه کردن صفحه جدید یا برگه جدید رو با هم یاد بگیریم در سریع ترین حالت ممکن، دیگه وارد جزئیات نمیشیم. اون ابزاری رو میگیم که اینجا واقعا به درد شما میخوره. خب مهمترین ابزاری که اینجا داریم که الان هم میخوایم در موردش صحبت کنیم همین علامت مثبت یا همین به علاوه است. اگر من روش کلیک کنم از من میپرسه که کدوم یکی از چیدمان ها رو میخوام استفاده کنم، در واقع فلکس باکس یا شبکه‌ای. به شما توصیه میکنم که از فلکس باکس استفاده کنین. باز هم تاکید میکنم چون نمیخوام وارد جزئیات بشم در این ویدیو رو بی دلیل طولانی نکنم، تو جزئیات وارد نمیشم، اما آموزش بسیار کاملی رو در رابطه با کار با المنتور، تمامی ویجت ها و بخش های المنتور آماده کردم که میتونید اون سری ویدیوها رو در واقع ببینید و خیلی کامل و جامع دیگه با المنتور آشنا بشید. بسیار خوب، همونطور که مشاهده میکنید یه سری ساختار اینجا داریم. مثلا در این حالت 2 تا ستون داریم که مساویان. در این حالت 2 تا ستون داریم که راستی کوچیک‌تره، چپی بزرگتره. اینجا 4 ستون، اینجا 3 تا ستون، 2 تا کوچیک طرفین، یه دونه وسط بزرگ یا باقی موارد. با توجه به اینکه میخواین متنتون و عکساتون رو چریختی تو این صفحه نمایش بدید، خب یکی از این ساختارها رو میتونید انتخاب کنید. این دیگه در اختیار شماست، شما باید تصمیم بگیرید. مثلا ما اینجا میخوایم سمت چپ عکس باشه، سمت راست نوشته. پس این ساختار رو من انتخاب میکنم. ببینید 2 تا بخش در اختیار من قرار داد. میام و میخوام تو دست راستی نوشتن باشه، تو دست چپی عکس. روی این علامت مثبت کلیک میکنم تا تمامی ویجت ها رو اینجا ببینم. اصطلاحاً ما به اینها میگیم ویجت یا همون در فارسی ابزارک. ابزاری داریم تو همون ابزار پایمون به اسم ویرایشگر متن. با موسم این رو میگیرم، میام روی این قسمت رهاش میکنم. همطور که میبینید یک نوشته پیشفرضی داره. اینجا هم یه ادیتور به من میده که این ادیتور تو حالت پیشفرض خیلی کامل نیست، اما اگر روی این علامت من کلیک کنم ابزار بیشتری هم برای این متن، در واقع این ادیتور این بخش در اختیار من قرار میده. مثلا دیگه میتونم رنگش رو تغییر بدم یا اینکه میتونم علاوه بر اینکه رنگ رو تغییر میدم یه بخش رو لینک کنم و سایر ابزار بولدش کنم که دیگه این ابزار برای اکثر ما آشنا هست، باشون در نرم افزارهایی مثل ورد زیاد کار کردیم. یا اینکه میتونم خیلی راحت بیام اینجا و مثلا هر متنی رو که میخوام در واقع تایپ کنم و به همین شکل میتونم به راحتی هر بخشی رو که میخوام بسازم. یه موضوع رو دقت داشته باشید. ممکنه که شما دوست داشته باشید که از ورد
یا مثلا یک فایلی که از قبل آماده کردی، یک متنی رو اینجا کپی پیست کنید. دقت داشته باشید اگر از نرم افزار ورد یه چیزی رو اینجا بیاید و کپی پیست کنین مستقیم، احتمال اینکه به هم بریزه زیاده. یعنی یه بخش هایی به هم بریزه، نوشته ها درست نمایش داده نشه یا مشکلاتی پیش بیاد. اگر میخواید این کار رو انجام بدید توصیه میکنم قبلش ببرید اون فایل رو در نرم افزار نوتپد که همه ویندوز ها نوتپد دارن دیگه، اونجا فایل ورد رو پیست کنید، بعد دوباره از تو نوتپد کپی کنید بیارید اینجا پیست کنید. حالا اون مواردی که مثلا کجاش بولد باشه کجاش چه رنگی باشه اینا وقتی که خب طبیعتا تو نوتپد میره کپی پیست میشه از نوتپد، اونا پاک میشه دیگه ندارید و اونا رو دیگه بیایید تو خود این ادیتور تنظیم بکنید با استفاده از ابزار تا دچار به هم ریختگی صفحه نشید. به این موضوع خیلی دقت داشته باشید. خب سمت چپ گفتم میخوام یه عکسی باشه، باز میام روی مثلا همون به علاوه، تصویر رو این دفعه میگیرم میکشم میندازم اینجا. یه شکل پیشفرضی به من نمایش میده که اگر اینجا بیام و در قسمت تصویر را انتخاب کنید کلیک کنم، به من میگه که خب فایل تو انتخاب کن، از روی در واقع هاردت انتخاب کن، ببین که کدوم عکس رو میخوای و همون عکس رو مثلا بیا و اینجا درج کن. به عنوان مثال من میام و همین عکس رو مثلا انتخاب میکنم، گزینش رو میزنم، یه عکس اینجا حالا درج میشه برای من و میتونم حالا در کنار این عکسی که اینجا درج شده بیام و در واقع باقی موارد رو به هر شکلی که میخوام انجام بدم. در نهایت بعد از اینکه ویرایش های خودتون رو انجام دادید و کل ویرایش هاتون تمام شد، روی دکمه انتشار اینجا کلیک کنید و اگر بیام اینجا یک پیشنمایشی هم بگیرم، بله اینجا یک پیشنمایشی هم حتی از اون صفحه‌ای که من داشتم می ساختم رو به من نمایش میده. ما این صفحه رو الان ساختیم. حالا میخوام این صفحه رو در وبسایت هم نمایش بدم. از این قسمت خارج میشم، باز اینجا کلیک میکنم که برگردم به صفحه پیشخوان وردپرس و در صفحه پیشخوان وردپرس اگر از سایت هم اینجا یک پریویو یا پیشنمایش بگیرم، خب ما یه برگه‌ای ساختیم ولی اینجا هیچ چیزی هنوز نمایش داده نشده. خب دلیلش این هست که ما در منوی سایتمون اصلا چیزی بابت این موضوع نداریم. یعنی در منوی سایتمون برای دسترسی به اون صفحه چیزی تعریف نکردیم. پس برای اینکه بتونیم منو هم در وبسایتمون داشته باشیم، از منوی مدیریت دست راست وردپرس نمایش زیر شاخه فهرست ها روش کلیک میکنم و یه ساختار درختی به من نمایش میده از منوهای اصلی وبسایتم. در واقع این همون منوهایی هست که من اینجا میبینم. اینجا هم اگه دقت کنیم با ساختار درختی مشخصه. مثلا این مواردی که اومده و یه مقدار به سمت چپ متمایل شده زیر صفحات، اگه تو سایت هم بریم میبینیم که بله این موارد زیر منوی صفحاتن. پس به همین شکل منوها رو میبینید. خیلی راحت هم اینجا میتونید، مثلا من میخوام این منو رو حذف کنم، روی این فلش کلیک میکنم، عبارت حذف رو میزنم و ذخیره رو هم نهایتاً باید بزنم، ذخیره فهرست. خب صفحه چی بود؟ صفحه 404. من اگه اینجا یک بار سایت رو رفرش بکنم دیگه اون صفحه 404 در زیر منوی صفحات وجود نداره. پس به همین ترتیب میتونم حتی منوهای قبلی رو مدیریت کنم، یا اینکه میخوام اون برگه‌ای رو که برگه نمونه شماره 1 رو که ساخته بودم الان بیام و به منوهای وبسایتم اضافه کنم. چطور میتونم این کار رو بکنم؟ خیلی راحت. اینجا میتونم بیام اون در واقع برگه رو انتخاب کنم، برگه مورد نظر. حالا اگه اینجا دیدینش که خب چه بهتر.
اگر نه میتونید روی دیدن همه کلیک کنید، همه برگه هاتون رو بهتون نشون بده. یا اصلا اگه خیلی دیگه برگه هاتون زیاده، سخت پیدا کردنش، جستجوش کنید. این موضوع هم برای برگه ها وجود داره، هم برای نوشته ها، هم برای دسته ها و هم پیوندهای دلخواه که حالا من پیوند دلخواه هم توضیح میدم و نوشته ها و دسته ها هم توضیح میدم. خب ما یک برگه ساخته بودیم دیگه، پس میایم تو بخش برگه ها، اون برگه ای رو که میخوایم اضافه بشه به منو انتخاب میکنیم. از اینجا افزودن به فهرست رو میزنم. ببینید اون برگه رو اومد اضافه کرد و به صورت خودکار هم انتها اضافه میشه. حالا من میتونم بیام این رو با دکمه چپ موس نگه دارم، حرکتش بدم، بگم که مثلا زیر شاخه همین صفحات و مورد اول یا مورد دوم، همه اینا رو میتونم پس به راحتی اینجا با درگ کردن تغییر بدم. یا حتی میتونم بیام بگم آقا اصلا اسم منوش میخوام یه چیز دیگه باشه. حالا درسته اسم خود برگه نمونه شماره 1، اما من اصلا میخوام یه چیز دیگه باشه. اینجا باز این دکمه رو میزنم و اینجا به عنوان مثال میزنم عنوان دلخواه. بسیار خوب، ذخیره رو میزنم. حالا اگر به وبسایتم برم و یک بار رفرش کنم، زیر شاخه صفحات، نظر مشتریان و موارد دیگر، عنوان دلخواه، این همون صفحه‌ایه که اون برگه‌ایه که در واقع ما ساختیم. روش اگر کلیک هم بکنم دقیقاً همون عکس و متن رو به من نمایش میده. بسیار خوب، پس به همین ترتیب شما این امکان رو دارید که برگه جدید بسازید و برای اون برگه هم منو تعریف کنید. در رابطه با مدیریت این منوها هم توضیح دادیم و گفتم که برای نوشته ها هم به همین شکل میتونید نوشته هایی که مینویسید رو اینجا اضافه کنید. اما پیوند دلخواه چیه؟ اگه دقت کنید مثلا من وقتی روی بعضی از این منوها میرم، عملا روی خود اون مثلا اگه کلیک هم بکنم هیچ اتفاقی نمیفته، یه زیر منو داره. اینها همین پیوندهای دلخواه هستن. برای اینکه بگیم این منو خودش قرار نیست روش کلیک بشه جایی بره، اما یه سری زیر منو خواهد داشت، چیکار میکنیم؟ بخش نشانی اینترنتی رو یه علامت هشتگ میزنیم و متنش رو، حالا هر متنی که بخوایم مینویسیم، افزودن به فهرست، باز میاد اینجا. حالا باز میتونیم زیر شاخه بهش بدیم و باقی داستان. پس این شده از پیوندهای دلخواه. یا اصلا میخواید توی سایتتون یه منوی داشته باشید که وقتی روش کلیک میشه اصلا بره یه سایت دیگر رو باز کنه. مثلا من میخوام گوگل رو مثلا خود گوگل، صفحه اصلی گوگل رو در واقع باز کنه. چطور این کار رو بکنم؟ اول میرم وارد اون صفحه مورد نظر یا سایت مورد نظر میشم که آدرسش در دسترس قرار بگیره. بعد میام توی فهرستا این آدرس رو اینجا کپی میکنم، میام اینجا تو قسمت نشانی این رو پیست میکنم، یه متنی هم مینویسم، مثلا اصلا میزنم گوگل افزودن به فهرست. خب مثلا میام قبل تماس با ما هم قرارش میدم و ذخیرش میکنم. حالا اگر به وبسایت برم و یه بار سایت رو رفرش کنم، میبینید که گوگل روش که کلیک بشه چی میشه؟ وارد اون لینک میشه. حالا میخوام یه کاری کنم که اگر روی گوگل کلیک کردم این صفحه باز بمونه، یه تب جدید، اون آدرس جدید باز بشه. در این حالت میام و این قسمت گوگل، حالا اون صفحه‌ای که در واقع باز کردم رو مجددا باز میکنم. اگه دقت داشته باشید تو حالت پیشفرض همچین امکانی رو که یعنی شما بیاید و مشخص بکنید که وقتی که روی این اکسترنال لینک کلیک میشه یک تب جدید در واقع نمایش داده بشه، همچین چیزی رو در حالت پیشفرض ندارید. یعنی شما این امکان رو ندارید که همینجا الان بیایید بگید که آقا این رو بیا و مثلا توی تب جدید باز کن. فقط این امکان رو دارید که فهرست مادرش رو تعریف کنید. فهرست مادر یعنی چی؟ یعنی خود این منو مثلا بره زیر شاخه یه منوی دیگه قرار بگیره، ترتیبش رو تعریف بکنید یا حذفش بکنید. پس این هم یک نکته شد. به این موضوع دقت داشته باشید. تو بخش پیوندهای دلخواه در حالت پیشفرض
دقت کنید اگر آدرس یک سایت خارجی رو بدید از سایت شما کاربر خارج میشه، یعنی یه تب جدید باز نمیشه. این ویژگی رو به صورت پیش‌فرض ندارید. به این موضوع خیلی دقت داشته باشید. بسیار خوب. پس این هم از روش ایجاد منو در وبسایتمون. دقت داشته باشید در رابطه با برگه ها و نوشته ها، همونطور که ابتدا هم من توضیح دادم، این امکان رو هم دارید که انتقال به زباله‌دان رو داشته باشید. مثلا من یه صفحه انتقال به زباله‌دان رو در واقع اینجا میزنم. حالا این برگه چون مثل اینکه قبلا حذف شده بوده، مثلا انتقال به زباله‌دان در تا تیم متخصص رو میزنم، به من هشدار میده که خب این صفحه به زباله‌دان منتقل شد. همینجا هم سریع به من میگه اگه میخوای بازگردانی رو بزن، ممکنه مثلا شما اشتباهی یه صفحه یا یه برگه‌ای رو حذف کنید، همون لحظه بهتون این امکانو میده که سریع دوباره برش گردونید. اما فرض کنید که اصلا شما از اونجا هم خارج میشید و بعداً یادتون میفته که ای بابا مثلا فلان برگه رو من اشتباهی حذف کردم. چه جوری میتونیم اون برگه ها یا نوشته هایی رو که حذف کردیم برگردونیم؟ به بخش زباله‌دان میریم و در زباله‌دان همونطور که مشاهده میکنید اون برگه ها و نوشته ها وجود دارن. یا میتونیم اینجا پاکش کنیم یا میتونیم بازیافت رو بزنیم و اون برگه یا نوشته دوباره برمیگرده و در دسترس شما قرار میگیره. پس این هم از این موضوع. یک موضوع بسیار مهم دیگر رو اینجا لازم میدونم که حتما تذکر بدم. در طول روند کارتون حتما از سایتتون پشتیبان تهیه کنید. به هر دلیلی ممکنه وبسایت شما دچار مشکل بشه، یه جایی رو اشتباهاً مثلا حذف کنید یا مثلا یه بخشی رو به هم بریزید حالا اشتباهاً. حتما در طول کار از سایتتون پشتیبان تهیه کنید تا اگر یک همچین اشتباهاتی صورت گرفت بتونید با استفاده از اون فایل بکاپ یا همون فایل پشتیبان لااقل سایتتون رو به مراحل قبلی برگردونید. دوباره لازم نباشه از ابتدا به ساکن به بسم الله سایت رو دوباره طراحی کنید. خب عملا خیلی از مواقع تو میتونم بگم غیر ممکنه انجام این کار. بهترین افزونه برای این کار داپلیکیتور هست در وردپرس و یک آموزش جداگانه در همین کانال وجود داره برای روش بکاپ گیری با داپلیکیتور. حتما اون آموزش رو هم ببینید و در روند کارتون حتما، باز هم تاکید میکنم، حتما از سایتتون بکاپ تهیه کنید. این موضوع رو هیچ وقت فراموش نکنید. و نهایتاً بعد از اینکه کارتون هم تموم شد، از قسمت سمت چپ، قسمتی که اطلاعات ادمینتون هست، بیرون رفتن رو انتخاب کنید. پس این موضوع هم دقت داشته باشید که حتما از سایت لاگ اوت کنید. و یک موضوع دیگر هم تذکر بدم یا بهش در واقع اشاره کنم. ممکنه شما اصلا دوست داشته باشید که رمز عبور ورود وردپرس یا همون رمز ادمین رو تغییر بدید. خب خیلی راحت از منوی سمت راست کاربران، همه کاربران، در اینجا تمامی کاربرانی که از قبل در وبسایت شما رجیستر شدن رو میبینید. کاربر مورد نظر مثلا ما الان فقط یک کاربر خود ادمین هست. زیر این نام کاربریش یه قسمت ویرایش دارید. ویرایش رو میزنید و در قسمت ویرایش بخشی رو دارید به اسم رمز تازه و تغییر رمز عبور. این رو میزنید، رمز عبور جدید رو انتخاب میکنید و به روزرسانی شناسنامه رو این پایین یا همون ذخیره رو میزنید. با این کار در واقع شما کلمه عبور ورود به بخش مدیریت سایتتون یا در واقع همین کلمه عبور ادمین رو تغییر دادید. فقط دقت داشته باشید خب این کلمه عبور رو حتما چیزی باشه که از خاطرتون نره یا یه گوشه حتی یادداشتش بکنید. حالا نه اینکه نشه واقعا کاری کرد کلا اگه این کلمه عبور رو فراموش کنید، اما یه مقدار دردسر داره، یه وقتی باید بگذره، چند دقیقه وقت بذارید تا بتونید کلمه عبور رو دوباره ریست کنید. و همونطور که گفتم نهایتا بعد از اینکه کارتون تموم شد حتما از قسمت سمت چپ بیرون رفتن رو انتخاب کنید تا از بخش مدیریت وردپرستون خارج بشید. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. هر سوالی که دارید لطفاً در بخش کامنت ها مطرح کنید. سعی میکنم که همه موارد رو پاسخ بدم. خدا نگهدار.